سلام دوستان عزیز، سلام. من رو از محیط کارم، محل کارم پذیرا باشید. میخواستم به تعدادی از دوستان که سوال میپرسن در مورد این بزینس بهشون پاسخ بدم. دوستان عزیز، شما سوالی که از من میپرسین این سوالا رو فقط میتونید بعد از اینکه ثبت نام کردین و وارد دوره آزمایشی شدین میتونید به جواب سوالاتون برسید. بنابراین لطف کنید اول اسم ایمیلتون بهم بفرستین یا خودتون وارد وبسایت بشین، خودتون ثبت نام کنید مستقیما. بعد از اون اطلاعات اولیه رو دریافت میکنید. اطلاعاتی هم که در مورد سرمایه گذاری میپرسید اینا کلا تو دوره آزمایشی بهش میرسین، به خاطر اینکه اونجا پکیج های مختلف هست، قیمت های مختلف هست و اونجا کوچ شما رو راهنمایی میکند که کدوم گزینه رو انتخاب کنید و نسبت به سرمایه که خودتون دوست دارین در نظر بگیرید. بنابراین کل اطلاعاتی که شما عزیزان مدام از من میپرسین فقط میتونید در دوره آزمایشی و بعد از ثبت نام در وبسایت این سوالاتون به پاسخ این سوالاتون برسین. موفق باشین. منم اینجا زودتر رسیدم، منتظرم که برم داخل و کارمو شروع کنم، چون حیات مدرسه است و هوام سرده. فکر کنم 5 درجه است، نگاه نکردم ولی هوا سرده. خلاصه موفق باشین. خدا نگهدار.